السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجتم نیست. و دیگر اینکه ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردن. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم تولد همین فرزند نام گذاشته شود. در روز هفتم همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد. و در روز همین هفتم باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز هفتم تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در هفت نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادند که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آن چیزی که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل خبر داد که از بعد من پیغمبری میآید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید.
حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. این امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده، برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشان هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینا را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتان. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دویمی من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. این یک مرد در همسایگی میگذرد، برای اون نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک روی مال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه؟ بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چکچکی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینا فقط نظارت میکنن کنی کی میآید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمیشود. پیغمبر خدا میگوید